در رخشوی صومعه مگدلین گروهی از راهبه‌ها به این طرف و آن طرف می‌رفتند و بر ردیف‌های طولانی زنانی که در حال شستن، تعمیر و اتو کردن لباس‌ها بودند نظارت می‌کردند. هر راهبه یک بند بلند و ضخیم چرمی رو به کمربند خودش می‌بست تا اگر زنان دچار اشتباه شدند، ضربه‌ای دردناک رو به اونها بزنند. در واقع به خاطر جو سنگینی که در اتاق وجود داشت، هیچ کس نمیتونه صحبت یا زمزمه آهنگی رو انجام بده. در حقیقت تنها صدایی که به گوش میرسید صدای قدم زدن راهبه ها و جیرجیر ماشین ها و همچنین صدای بورس بود. مگدلین ها باید سخت کار میکردن و به خاطر گناهانی که انجام داده بودن از خدا طلب بخشش میکردن. در یکی از روزها زنی به نام گریس که تازه وارد رخشویی شده بود در کار خودش مکث کرد و برای همین راهبه‌ای به سمت اون رفت و با استفاده از بند چرمی ضربه‌ای به اون وارد کرد. گریس که ترسیده بود سعی کرد از اونجا فرار کنه، اما با این حال راهبه دیگری که در سمت دیگر راهرو قرار داشت جلوی اون رو گرفت و شروع به کشیدن گوشهای اون کرد و اون رو برای مجازات به سمت در خروج برد. گریس فریاد میزد تا کسی به کمکش بیاد، اما زنان دیگر میدونستن که اگر دخالتی انجام بدن خودشون هم مجازات میشن. در سال 1993 خواهران خیریه دوبلین ایرلند بخشی از زمین صومعه رو به مبلغ 1.5 میلیون پوند به یک توسعه دهنده فروختن، اما با این حال یک شرط غیر معمول برای فروش وجود داشت. زمین حاوی یک گور دست جمعی از سر سیاس مگدلین یا زنانی بود که در رخشویی خانه مگدلین کار میکردن. برای همین راهبه ها و سازنده ها هزینه نبش قبر و سوزوندن اجساد رو تقسیم کردند. اما زمانی که پروژه شروع شد مشخص شد که گور دست جمعی راز تاریکی در پشتش نهفته است. اولین صومعه مگدلین در سال 1758 در لندن انگلستان توسط 3 تاجر نیکوکار افتتاح شد. در واقع اونها میخواستن مکانی رو ایجاد کنن تا زنان روسپی بتونن بازپروری بشن. زنان علاوه بر حضور در کلیسا و یادگیری آداب، کارهای خانه و صنایع دستی مختلف رو نیز یاد میگرفتن. در این پناهگاه ها زنان در قبال کاری که انجام میدادن مبالغ ناچیزی رو به دست می آوردن. ایده پناهگاه های مگدلین خیلی زود در سرتاسر جهان گسترش یافت. به زودی خانه‌هایی در چندین کشور از جمله ایالات متحده، کانادا و سوئد ساخته شد. این پناهگاه‌ها توسط چندین فرد مذهبی اداره می‌شد و هر گروه مقررات خودشون رو برقرار می‌کردند. در ایرلند پس از قحطی بزرگ پناهگاه‌های مگدلین شروع به تبدیل شدن به رخشویی‌های کار اجباری شدند که توسط 4 نهاد مذهبی کاتولیک که همگی زن بودند اداره می‌شد. در اواخر دهه 1800 لباسشویی‌های مگدلین به جای کارگران جنسی زنان بی‌بندوبار رو نیز به کار گرفتند. در واقع این کار به خاطر دیدگاه کاتولیک‌ها بود که بر این باور بودند که افراد گناهکار باید از میان مردم حذف بشن. مدت‌ها بعد پس از استقلال ایرلند در سال 1922 خشکشویی مگدلین در سرتاسر کشور ساخته شد. اونها از ایالت و حتی قراردادهای پرسود لباسشویی از ارتش و ادارات دولتی سود بسیار زیادی رو به دست می آوردن. سیستم قضایی فاسد هم با گرفتن رشوه حتی زنان بیگناه رو هم به خشکشویی بیرحمانه محکوم می کرد. برای همین منطقی است که بسیاری از اونها در گورهای دست جمعی دفن می شدن. با این حال به جای 130 جسد که راهبه ها ادعا می کردن 155 جسد نبش قبر شد. در واقع ثبت نکردن مرگ اونها یک جرم کیفری به حساب می اومد و علاوه بر این تنها 75 پرونده فوت پیدا شد. با بررسی دقیق‌تر اجساد متوجه شدن که بسیاری از اونها به خاطر زخم‌های التیام نیافته کشته شدن. این اتفاق بزرگترین رسوایی تاریخ ایرلند رو رقم زد. خیلی زود بازماندگان شروع به گفتن داستان‌هایی از زندگی دردناکشون در رخشویی‌ها کردند. مادران نامحرم، زنان بی‌بندوبار، زنانی که بیش از حد زیبا بودند، زنان یتیم، زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند و زنانی که قانون را زیر پا گذاشته بودند، همه به دور از دید جامعه عادی در رخشویی‌خانه‌ها قرار گرفتند. در بسیاری از موارد زنان از نوزادان خودشون نیز جدا می شدن. یک زن به یاد می آورد که توبه کنندگان دیگر به اون هشدار داده بودند که سینه خودش رو بپوشونه، زیرا اگر راهبا از هر گونه مدرکی مبنی بر مادر بودن اون خبردار می شدن، اون رو به بدترین شکل ممکن مجازات می کردن. برخی مادران به دلیل التماس برای دیدن نوزادانشون برای آخرین بار توسط راهبه ها تنبیه می شدن. اگرچه که بچه ها در چند ساختمان دورتر زندگی می کردن، اما مادران اجازه نداشتن با فرزندان نامشروع خودشون تماس برقرار کنن.
بسیاری از بازماندگان از زندانی بودن خودشون صحبت کردند. اونها میگفتن که از بدو ورود به صومعه نامشون تغییر میکرد و عدد جای اون رو پر میکرد. همچنین اونها مجبور بودن که موهای خودشون رو بتراشن و بعد هم لباس ضخیم و بلند با رنگ‌های کسل کننده‌ای مانند خاکستری به اونها داده میشد. همچنین ارتباط اونها با دنیای خارج محدود بود و در برخی موارد راهبه‌ها نامه‌های خانواده یا عزیزان اونها رو می‌سوزوندن. در خوابگاه زنان پنجره‌ها اصرارکشی شده بودن و درها قفل می‌شدن. اگر کسی میتونست از اتاق فرار کنه و راه خودش به بیرون رو پیدا کنه، با دیواری بلند و پر از سیم خاردار روبرو میشد. طبق قوانین این زنان زمانی میتونستن از پناهگاه خارج بشن که یک فرد یا یک عضوی از خانواده درخواست آزادی اونها رو داشته باشه. در نهایت در سال 2001 یک گروه مدافع به نام عدالت برای مگدلین ها پرونده خودشون رو به کمیته سازمان ملل متحد ارائه کردند. اونها بر این باور بودند که استثمار زنان در رختشویی خانه‌های مگدلین به منزله نقض حقوق بشر بوده. در نهایت به اصرار هیئت سازمان ملل، دولت ایرلند سرانجام تحقیقی در مورد این رختشویی خانه‌ها رو راه اندازی کرد. پس از یک تحقیق 18 ماهه دولت گزارشی رو منتشر کرد که نشون میداد دولت در پذیرش هزاران زن در رختشویی خانه‌ها دخالت داشته. اما گزارش همچنین نشون داد که در حالی که توبه کنندگان از سطوح قابل توجهی از آزار لفظی رنج می‌بردند، اما شواهدی مبنی بر آزار جسمی وجود نداره. حدود 2 هفته پس از انتشار گزارش، دولت در نهایت در برابر فشار سازمان ملل تسلیم شد و 50 میلیون پوند غرامت رو به قربانیان اهدا کرد. بیشتر خشکشویی‌ها در اوایل دهه 1970 بسته شدند زیرا فناوری جدیدی روی کار اومده بود. آخرین پناهگاه مگدلین در سال 1996 بسته شد که تنها 40 زن در اون حضور داشتند. اما با این حال با وجود بسته شدن این مراکز، وحشت اونها هرگز فراموش نشد. بسیاری از قربانیان مدت‌ها قبل از شروع هر گونه تحقیقی درگذشتند. تخمین زده شده که حدود 11,000 زن در قرن 20 در این مؤسسات شکنجه می‌شدند. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگه دوست دارین در مورد موضوع دیگه ویدیو بسازم، اونو حتما تو کامنت ها بنویسید. فقط برای اینکه از من حمایت کنید، فقط کافیه که چنل من رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو اگه دوست داشتین لایکش کنید و همینطور زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی من از دست ندین. چیزی باقی نمونه. پس تا یک ویدیو دیگه، بدرود.